سلام، من امیرعلی ام و به کانال منطیکیک خوش اومدید. اومدیم ماینکرافت، ولی نه ماینکرافت عادی. خب اول از همه بگم که ببخشید که من خیلی وقت ویدیو نذاشتم، شاید اصلا براتون مهم نباشه، برای خودم ولی خیلی مهمه، چون خیلی دوست دارم یه روز یه یوتیوبر بزرگی بشم، ولی احتمال داره که یا نشم یا اگه هم بشم میدونم بیشتر از 3-4 سال طول میکشه. ولی خواستم عذرخواهی کنم از این 12 نفری که منو دنبال کردن، که خیلی وقت ویدیو نذاشتم و شاید حتی واسه شون انگار الکی منو دنبال کرده باشن. ولی خواستم بگم از این به بعد دیگه همیشه ویدیو میذارم و سعی میکنم ویدیوام خیلی بهتر از قبل باشه، که حداقل لیاقت دیدن داشته باشه. خب ممنون که به حرف من گوش دادید و وقت ارزشمندتون رو گذاشتید که به حرف من گوش بدید. خب الان بریم سراغ ویدیو. خب گفتم ماینکرافت، ولی نه ماینکرافت عادی. ماینکرافت ولی ما بنتنیم. بنتن ای آمیتریکسه. گذاشتم دستم، خیلی باحاله. داستان از این قراره، حالا من داستان چرت و پرت میسازم، ولی خب داستان اینجوریه. ما ساعت قبلیمون داشتیم همینجوری داشتیم قدم میزنیم، یه دفعه ویلگاکس اومد ما رو زد کشت. بعد حالا زد کشت دیگه، ما زنده موندیم برا. خب بعد ساعت ما خراب شد، نصف بیشتر دی ان ایاش نابود شد. بعد آزموس اومد به ما گفت باید قوی بشم. بعد به ما یه ساعت جدید داد، گفت این میتونه دی ان ای ها رو پیشرفته بکنه. و من تا این حال دارم حرف میزنم چوبم بکن. بعد به ما این ساعته رو داد، گفت این همه دی ان ای قبلی نیست، چون ویلکاکس زد بیشترشون رو ترکوند، ولی 3-4 تاشون هست. بعد یه سری دی ان ای خراب به ما داد، گفت این دی ان ای درست کن، اینجوری قوی ترین موجودی که تا حالا به عمر دیدی ساخته میشه. و این تازه اولین قدم واسه شکست دادن ویلگاکس و کلا قوی تر شدنه. حالا ویلگاکس رو بیخ. بعد گفتش که این اولین قدمه، قدم بعدی ما باید بریم به یه جایی به نام اند. فارسی را دوست بدارید، سرزمین پایانی. و اژدها را بکشیم، یه اژدهای خیلی بزرگ و سیاه. حالا دقت نکنید به حرفم. خب بعد از اونجا میریم به سرزمین های دوردست که قلعه های آسمانی دارند، و اونجا چیزی هست به نام اندر چست پایانی، و داره اون آیتمی به نام فلش همه کاره است. من کتابی دارم سخن میگویم. خب این فلش رو باید وارد آمیتریکس کنیم، اون دی ان ای هم باید وارد کنیم. بعد اون دی ان ای که قوی ترین موجوده به ما میده، این فلشه به ما کنترل کل آمیتریکس رو میده، یعنی دیگه وقتمون تموم نمیشه و میتونیم بین موجودات حتی با اینکه تبدیل هم تبدیل شیم. و گفتش که این موجود خیلی قویه، برای همین یه رمزی چیزی داره، نمیشه همین جور مثل حیوان بهش تبدیل شد مثل بقیه، بعد پیشرفت هم نمیشه. برای این که بتونیم ازش به درستی استفاده کنیم یا باید شانس داشته باشیم یا اون فلش. و من چون شانسم به شدت زیاد شانس خوبی نیست، اون به فلشه رو نیاز داریم. و بذارید بخونم اینجا دیگه. این میشه دی ان ای نمیدونم شیشی فضایی. این هم دی ان ای موجود ایکس، الین ایکس. یعنی ما با الین ایکس همه رو میزنیم. خب دیگه زیادی دارم حرف میزنم، بذارید اینا رو درست کنم. یه صدام ثانیه وایسید. بعد هدف این ویدیو فقط کشتن دراگون و الین ایکس شدن و فعال کردن
آمیتریکس نیست. ما باید زره فول ندرایت این چند شده که مهم نیست حالا، ولی زره فول ندرایت داشته باشیم و یا بیکن دایمندی یا بیکن ندرایتی درست کنیم که البته خیلی آسونه. فول بیکنش البته واسه البته اگه الین ایکس رو قبلش به دست بیاریم خیلی آسون. خب بذارید این ساعت رو امتحان کنیم یک ذره. آتش مرداب. خودم هم میسوزم. آی آب الان وقتی باید باشه دیگه. وقتی الان یا وقتی نیست؟ وقتیه. این پایین داره وقتم تموم میشه. من الان چجوری باید برم بالا؟ مردن کهوتی هم مگه؟ بذار یه موجودی که پرواز میکنه رو بردارم. این یخی خوبه. اینجوری باید پرواز کنم. من این مود قبلا بازی کردم. خب الان یه غار اینجاست. باید برم مایند فکر کنم. قبلش گوسفند نداره اینجا. یه تختی بسازیم. من آمیتریکس قوی ترین سلاح کل دنیا رو دارم، هنوز از زامبی میترسم. یا اول فصل حتی نه دیگه، این وقتش تموم میشه. راست میگم باید بترسم. گوسفند 3 تا هم هستن. یه ذره ضعیف. خب به خودم تبدیل شم. واسم خودم کرافتین تیبل درست کنم، بذارم تخت درست کنم. اینجا هم میشدم میتریکس رو درست کردم ولی من حوصله نداشتم. خب بخوابیم. راستی اگه از اینجور ویدیوهای چرت و پرت که من میام خودم یه داستان درست میکنم و بعدش دیگه کلا سلاح‌های خفن از مودهای خفن داریم و هدف کشتن اندر دراگون و بیکن و این چیزا داریم، اگه دوست دارید به من بگید بیشتر درست کنم. و البته هدف آپگرید شدن هم هست البته دیگه. خب اینا رو بکنم. با موجودات دیگه سریعتر میکنه فکر نکنم. اگه ویدیوهای منو دوست دارید با لایک کردن بهم نشون ندید. فعلا دنبال کنید. من دنبال کننده نیاز دارم، لایک نیاز دارم. حالا لایک هم بکنید از بزرگیتونه، ولی قبل از لایک دنبال کنید. به رفیقاتون هم بگید بیاین منو دنبال کنن. شاید یه روز دیدید من یه یوتیوبر بزرگی شدم، بعد شما اومدید گفتید من جزو اولین دنبال کنندگان این بشر بودم. خیلی باله. مثلا فکر کن یه یوتیوبر مورد علاقت، حالا من که یوتیوبر مورد علاقه کسی نمیشه، حالا به هر حال یوتیوبر مورد علاقت فکر کن بری به یکی بگی که من جزو اولین کسایی بودم که اینو دنبال کرد. مثلا خیلی خوبه که مثلا بگی من اولین بودم. حالا ولی تا 100 تا یا شاید هم تا 1000 تا هم مثلا باز خودش یه افتخاری داره. من صدا رو بیشتر کنم. خب میخوام کامپیوتر بخرم. پیشنهاد کامپیوتر بهتره یا لپتاپ یا ایکس باکس؟ کامپیوتر که نمیخرم، لپتاپ یا ایکس باکس کدوم؟ با هر دوشون واسهتون ویدیو میذارم، هر کدوم انتخاب کردید یعنی، چون هر دو رو که نمیخرم. خب اینجا آهن داشت. آره خب دیگه اینجا آهن نداره. زغال ولی خیلی داره. زغال و مس هم به درد میخوره. فعلا با مس باز خودم یه زره بسازم. چون میدونید دیگه من این وقتم تموم میشه دیگه، باید یه چیز داشته باشم
وقتی که حالت عادی هم بتونم از خودم محافظت کنم. یه دونه فرنیس درست کنم. حتی اندرچست خودمون هم میتونیم درست کنیم ولی چون نامردی من درست نمیکنم، اول میرم دراگون رو میکشم. چوب میذارم. خب برم آهن ماین کنم، فقط قبلش یکم واس خودم تورچ درست کنم. یه موجودی انتخاب میکنم که بتونه پرواز کنه. بذارینم کلا چند تا موجود دارم. فوق‌العاده است. همینقدر موجود، یعنی واقعا هیچی نیست. بعد من الان اگه روی اینه بخوام بزنم چی میشه؟ نمیشه با ور رفتن موجودات بیشتری فعال کرد؟ ساعت عصبانی شد. خب با همین میریم دیگه، پرواز کنکله. بریم پایین. دقیقا آتیش دارم دیگه، تورچ لازم نیست هدر بدم. آهن من چرا پریدم پایین؟ سنگ بذارم یا چوب بیشتر. اینجاست. خب این زورش هم بیشتره؟ فکر نکنم زور مشتش بیشتر باشه. چه باحال اینجوری هستم. ظاهر کلیش چه شکلیه؟ چه باحال. این یکی ابیلیتیش چیه؟ آها، بعد پیشرفته چجوری باید بکنم؟ بعد در ضمن چرا من خودم هم آتیش میگیرم؟ نباید اینطوری باشه فکر میکنم. حتی شاید من اشتباه فکر میکنم. حالا احتمالا این چند قسمتی طول بکشه. با حمایتتون به من نشون بدید که هم بنتن را دوست دارید. حالا میدونم اکثر شما یا عقب بعضیاتون با بنتن تو بچگی خاطره دارید دیگه. هر لایک و کامنت که نمیذار، هر لایک و هر دنبالی که از این ویدیو بگیرم نشون دهنده دوست داشتن بنتنه و نشون میده که بیشتر میخواین از این ویدیو بذارم. بیشتر نصف وقتم رفت. خب من الان چیز بشم که بدبخت میشم. خب مسا رو که نابود کردم. آها اونجا هم آهن داره. بذار راهو یکم باز کنم. یه تورچ هم بذارم بد نیست، چون هی باید خب آتیش بزنم حال ندارم. خب آخ چقدر آهن تو ندر مخصوصا. فکر کنم باید زره دایمندی قبلش بسازم. فکر کن یه دفعه وسط مبارزه با پیگمنا یا پیگلینا یا حتی ویدر اسکلتون بدون هیچ زره با شمشیرای سنگی وسط مثلا 10 تا ویدر اسکلتون این چیزا همچین اتفاقی بیفته. باز انگار سریع شارژ میشه. اگه واقعا مثلا میخواست 2-3 دقیقه یا مثلا به اندازه زمان خود تبدیل طول بکشه که من بیچاره بودم، مثلا همین الان پر شد. یه زره فقط کافیه بسازم که همون اول کار نمیرم، سریع پر میشه. البته بعد از اینکه رفتم توی
چی دیگه لازم نیست کلا اصلا چی کنم. رفتم فلشه رو پیدا کردم دیگه، وقتم تموم نمیشه، اون موقع میرم ویدر این چیزا رو میکشم. یه چیزی فقط تبدیل شده، نه این گیر میکنم دیگه. اکوش آها، و جون من انقدر کمه الان. خب بمیرید. باحاله. خب امیدوارم که جونش پر بشه. خب یک آهن دیگر، این مسا رو بکنم و دیگه برم. بعد من کلی مود دیگه دارم و نمیخوام بذارم، یعنی میخوام دنبال کنندام بیشتر شه، مودای خفن بذارم. شما دنبالم کنید، من مودای مثلا من مود وان پیس میذارم، مود دی سی و کل مارول و دی سی و مثلا مود کجاست این یارو؟ آها مثلا مود چی شکست ناپذیر و خب دیگه باید تبدیل به یه موجود پروازیده بار بشه. خب این بیگ شیله نباید حالا ما بهش میگیم ریدیتوم صحبت میکنیم، موجود یخی، ولی این نباید داخل بلاک هم بره. آجونش یه ذره فکر کنم پر شد. خب بیام اینجا. الان دوباره مسا رو بذارم این داخل، یه گوسفند دیگه هم بکشم، غذا بخورم. خب هی زندگی چه حال خوبی داره وقتی ساعت بنتن همراهت باشد. تو حالت عادی الان باید 4-5 ساعت که نه، ولی حداقل 20 دقیقه طول میکشید برم اون قاره و برگردم، یا اینکه کلا پرواز خیلی چیز خوبیه، و اینکه اصلا صدات بتونه بقیه رو بکشه یا بتونی آتیش پرت کنی به تورچ زیاد نیاز نداشته. پاسی من میتونم آتیش پرت کنم. چه حالی میده. جنگل را به آتیش کشیده ایم. آخ چه حال خوبی. فوق‌العاده است. اون دور دورا رو هم باید آتیش بزن. خب یه غذا بخورم که با این جونم پر نمیشه. یه زرهی واس خودم بسازم، چه ستون چه پنجره. پوشیدم زره. اما من چطوری دقیقا این تبدیلم غیر فعال میشه؟ چه شکلیه؟
اصلا باحال نیست. انتظار بیشتر داشتم. خب حالا اینا بسته. فعلا آهنا رو بپزم که بعد از اینجا کلا برم. گوسفند رو بکشم. گوسفند توسی. گاو. گزارشگرا رو دیدید هر چی میبینن گزارش میکنن. من هر چی دارم. یه لحظه اون شبیه انرمن غولاسا بود. 2 تا آهن اونجاست من ندیده بودم. خب بریم هوا. جونش پر شد. ایول جونمون پر شد. دو تا بود ولی به هر حال دیگه زندگی دخت و خرج. رو اون بالایی هم میتونم برم. بس ببینم رو اون بالایی برم چی میشه. تبدیل به موجود پیشرفته شدم. بذار یه بار دیگه. چه باحال. بذار مثلا اینجوری باشه. حالا بدون بال چه شکلیه؟ زیاد اوکی نیست. بذاره اینجوری جمع میکنه. خیلی این موجود رو دوست دارم. خودم هم آتیش نمیگیرم. آتیش میزنم. ایول اصلا بهتر از این نمیشه. فقط دیالوگ فوق‌العاده است. ببینم الان بقیه موجودات هم جونش پره. این که پره. نه غلط کردم. نکن دیگه بسه. بعد الان دیگه کی پره؟ این نه کوکو پر نیست. یا الان جون خودم کم شد الان هیچکس پر نیست. به جون خودم بستگی داره. باید جونم پر باشه یعنی موجوداتم مفت نمیارزن. دارم چیزای جدید کشف میکنم. غذای مفت. البته این خیلی هرس داره که باید همیشه دستم 2 تا 3 تا خالی باشه. رونالدو تا ایکس پی دارم. میدونم هیچی نمیدی ولی حال میده. بعد CR7 حالا ترفندهای لایک و کامنت گیری، اگه رونالدو رو دوست داری لایک و دنبال کن. اگه مسی رو دوست داری کامنت بذار و دنبال کن. در هر حال شما دوست عزیز اگه هیچ کدام رو هم دوست نداری فقط دنبال کن. خب اینم بکشم و دیگه بس. پرواز کنم برم واسه خودم.
بکنم. حالا یه ذره گوشت اضافه همراه خودم باشه اشکالش چیه؟ اینجور دیگه نگران گوشت و جون خودم و موجوداتم نیستم. خب اینا رو هم بزنم و برم. روشن کن بریم. از اینا حیف که الینیکس رو ندارم، وگرنه با الینیکس بدون قلبتو بزنم با یه مش میفرستادم دنیا. بس ببینم جایی پیدا میکنم. آزموس گفته بود که باید یک جایی پیدا کنی که یه محافظ توشه، یه حالت خونه خرابه که یه محافظ قدیمی توشه، پیر سگ ویلیجر توشه. بعد اونجا یک دستگاهیه که باهاش میتونی این چی تو درست کنی، الینیکس تو. الان من باید توی هوا دنبال اون بگردم به همراه ویلیج هم خوبه. این چیه؟ این چیه؟ وایسا، لوتی چیزی نداره؟ با این که نمیشه کلن زد یه جایی رو ترکون که همین با همین راحت کارم در میاد. یه نقشه. خب معلوم شد که باید بریم کجا. یعنی اینجا کجا راه داره؟ نکنه ما رو میبره پیش آزموس. نمیدونم چرا احساس میکنم واقعا قرار ما رو بریم پیش آزموس. و خدا نمیدونم این چی ها. یه رفت اگه رفتیم آزموس بود نگید من همه چی رو بلدم. من این مود فقط تو کریتیو بازی کردم. بعد الان تو هوا من وایسادم بدون بالا. منطقیه. وقتم داره تموم میشه. تو آب تو رو خدا وقتم فقط تموم نشه. من فقط چطوری همزمان هم نقشه رو ببینم هم برم. یه ذره میرم بعد دیگه وایس دوباره نقشه رو دیگه این وری. خب بذار ببینم. خود درست این وری. خب زیر آب نکنه. همینجا باشه. دقیقا روش وایستادم.
ولی خب من موجودی ندارم مربوط به زیر آب. ولی خوب شد یادم نبود تو آب میرم. ولی خب من الان باید دوباره تبدیل شم سریع. تو آب کار نمی کنی؟ کار کن دیگه. خدا لعنتت کنه، کار کن. کار نمیکنه. نکنه توش آب خراب شد. نه فعلا مهم نیست، فعلا بخوابم. این مهمه. منطق فوق العاده زیاد. خب حالا دوباره باید برم همون جایی که بود. چوبا رو بردارم. اینجاست. بیا بالا دیگه. کار نمیکنه. بدو تموم شد. حالا این آخری هم بزنم. که اگه کاری که کردم درست نباشه بدبخت شدم. خب کارم درست بود. الان غذا بخورم و نقشه دقیقا همین جاها رو نشان میده دیگه. بریم زیر زمین. فکر نکنم نقش آزموس باشه. احساس میکنم جدیداً به خود ماینکرافت اضافه شده. من همچین چیزی تا حالا تو ماینکرافت ندیده بودم. اینجوری من میشه. آخ.
اصلا مردم، اصلا نزدیک بود بمیرم. نکنه کلا باید فقط برم پایین، یه چیز پایینه. این مال این باشه که من میگم همینه. این مال همین مود باشه، من میگم یه همیشه چیزیه، باید فقط برم پایین. ولی احساس میکنم غلطه. خب یعنی بیخیالشم. یا نه ولش کن بیخیال. خب بریم بالا. همون آتش مرده رو بده دیگه. هرچی میدی یه چیز فقط بده. تو رو خدا یه چیز بده دیگه. میمیرم. چطوره من آمیتریکس رو دارم ولی میخوام بمیرم؟ یعنی دارم میمیرم. یه چیزی فقط تفکیک. جونم انقدر کم اصلا نمیتونم. ببینم رو شما آتیش مثلا الان بزنم میتونم. خب الان که فکر نکنم دیگه نیازی باشه اصلا تبدیل. آره نیاز نبود. الکی اومدم تا اینجا یعنی، یا اینکه کلا روی آب یه چیزی باشه بعد پرتو شده نگاه کنم به هر حال. آب نتونم پرواز کنم. تو آبم میشه. از بالا نگاه کن. یه فرقی داره ولی نمیتونم میدونم اینجا یه مشکلی داره ولی نمیتونم ثابتش کنم. دیگه آهن به دردم نمیخوره. فعلا اون دی ان ای ایکس رو میخوام. یه ویلیج هم البته خوبه. چرا هیچی نیست؟ زمانی که سروایو نمیخوام برم ریخته. زمانی که ویدیو نمیگیرم هم ریخته. همه جا ریخته.
حالا اد وقتی من نیازش دارم نیست. حالا شاید من کور باشم از بالای 2-3 تاشون رد شده باشم، ولی دیگه باید پیدا بکنم دیگه. خیلی خیلی سخته. من ویدیو رو استوب میزنم تا وقتی که بتونم پیدا کنم. من پیداش نکردم دیگه، پشیمون شدم، ویدیو رو استوب نمیزنم. خب همینجا خداحافظی میکنیم با شما، اونم با یک تبدیل خفن. اولتیمیت بیگ چیل. این اولین اولتیمیتی بود که ما دیدیم و گند زدم فکر کنم. نه گند نزدم. کلا خیلی خفن بود دیگه. نه ما زره پیدا کردیم، بعد آمیتریکس داریم دیگه. کلا خیلی اومدیم جلو دیگه. بقیهش واسه قسمت بعدی. دست شما درد نکنه. خداحافظ.